الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران زیاد از بنده سوال می نمایند در مسئله 6 روزی روزداری ماه شوال. بله، ماه مبارک رمضان سپری شد. از الله دعا می کنیم، طلب می نماییم که عبادت‌های ما و شما را، تمام عمل‌های صالح ما و شما را قبول بکند و در روز قیامت سبب نجات ما و شما بگرداند و تا ماه مبارک رمضان ما را از گناه و معصیت و از کفر و شرک و بدعت دور بگرداند و نصیب ماه مبارک دیگرمان گرداند. اما در حدیث صحیح آمده است که امام مسلم در کتاب صحیحشان، در کتاب صحیح مسلم روایت می‌کنند، از ابی ایوب رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. هر کسی که ماه مبارک رمضان را روزه داشت و بعد از این در ماه آینده، بعد از ماه رمضان ماه دیگری که می آید ماه شوال نامش گفته می شود، در ماه شوال ماه دیگر بعد از رمضان اگر 6 روز باز روزه بگیرد به مانند این است که 1 سال روزه گرفته است. معنای حدیث چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که ماه رمضان روزه کسی گرفت، یعنی 30 روز، بعد از روزه تمام شدن در ماه آینده شوال 6 روز دیگر گرفت. فرق ندارد از اول ماه 6 روز پی در پی بگیرد، یعنی روزه تمام شد ماه رمضان، بعد از این روز عید آمد. روز عید البته روزه گرفتن حرام است، جایز نیست، چخیلی که در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله من کردند. هر کسی که در روز عید روزه میگیره روزش درست نیست، صحیح نیست، باید روزه رو نگیرد. و بعد از عید فردا 1 روز پس از عید میتواند که روزه گیری ماه مبارک بگویم رو ماه شوال رو شروع بکند. پس از عید 1 روز عید در بین رمضان و شوال 1 روز عید، 1 روز شوال رو عید میگیرد، 2 شوال میتواند که روزگیری رو شروع بکند. اگر خواهد پی در پی 6 روز رو میگیرد، اگر خواهد در بین ماه شوال میگیرد، در آخرش میگیرد، اگر خواهد 1 روز در اول ماه، 2 روز در اول ماه، 2 روز در بینش، 2 روز در آخرش، چگونه که خواهد در همین مدت 1 ماه 6 روز روزه دارد. خواهد جدا جدا، خواهد یک جایه، خواهد در اول، خواهد در آخر، خواهد در بین، فرق ندارد. خواهد روز دوشنبه، پنجشنبه، این روزداری های سنتی که هست، همه روزه های سنتی را به نیت اینچنین روز شوال بگیرد، جایز است و درست است، باک ندارد. هر کسی که همچنین عمل را انجام داد گویا که 1 سال پره روزه داشت. این یک نعمت، یک بشارت، یک فضیلت برای امت اسلام است. سبحان الله، این چنین فضیلت در دیگر امت وجود نداشت. ما در 1 سال 1 ماه رمضان 6 روز از شوال اگر روزه بگیریم گویا که در نزد الله همین سال را 12 ماه را کاملا روزه گرفتیم. 6 روز روزه میگیرید، این 6 جمع می شود، ضم می شود به بالای این 29 روز یا 30 روزی ماه رمضان. امروز که 29 روز بود ماه را دیدیم، بعد از این در نزد الله گویا که همین بنده 1 سال روزه داشته است. پس البته این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، این مستحب است، حکمش مستحب است. کسی که داشت به نهایت اجر و ثواب میگیرد، کسی که نداشت گناهکار نمیشود. البته مسلمان عاقل، مسلمانی یعنی کسی که به دینش سخت اهمیت میدهد، مسلمانی به اهمیت، مسلمان زیرک و به عقل این فرصت رو از دست نمیدهد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. پس روزه رو بگیرید، 6 روزی ماه شوال رو هم بگیرید و دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی قبول بکند و همه عمل ها رو خالصا لله انجام بدید، خالصا لله، تنها و تنها به خاطر الله سبحانه و تعالی. همین توحید است. وقتی که عمل شما باریا آمیخته شد عمل باطل می شود. عمل رو باریا آمیخته نکنید. بارک الله فیکم.